این کیس خیلی جالب و عجیبی هستش. یه مریض هست که تحت عنوان ASCVSD یعنی ABCSD رفتن دبل آمپلاستر در واقع گذاشتن. اول نکته که هستش این هستش که خب سوپراوالولاتی هم داشته، این منجر شده به اینی که مریض آردی والیوم و پرشر افتر لود پیدا بکنه، برای همین بری تو آردی دیسکانشن، برای همین من کاردیو نمیزنم. نکته دوم این هستش که این اما سوپریور وینا که راه هستش، یعنی اسپیسیه، این هم سوپریور پولمونری وینه. تخلیه سوپریور پولمونری وین دقیقاً داخل ال ای و به پشته و تخلیه اینفریور پولمونری وین به چیه؟ به محل آی بی سیه، اینفریور وینا که واسه من چیز ازش شرح کردم. یکی از دلایل این فشار غیر طبیعیش هم این تخلیه غیر طبیعیه که داشته. خب اول کاری که میخوام بکنم این است از آر ای برم، هم اتریال سپتوستومیش بکنم به خاطر اون آمپلاستری که در واقع چیز هستش، یعنی دیکامپرس بشه آر وی، هم سپتوستومیش کنم هم پاپ وی سی رو در واقع ریروت کنم. کار اولم این هستش که تو مرحله اتریال سپتوستومیش بیهوشی کمکم میکنه، هم از نظر کاروتی هم از نظر اینکه خدا نکرده هوای چیزی قبلیه، آمپلاستر قبلیه. دیگه فقط دیده میشه اکتر دیگه هستیم این آمپلاستر قبلیه که منطقه که میدید اندوتلیرایز شده. اصلا من که برنه از کرنه نشد یه بیشتری آزده باید داشته بیم. خیلی باید ما محل دقیق پی اس رو باز کردیم. خب این محل پی اس من شاخه ها خوبه، این ورم قلبه دیگه ما کار باش نداریم. محل دقیق پی اس رو باز کردیم. ببین من لانجیتودینال باز کردم، ترانسفرس میدوزم که چونه گشاد بشه. خانه چجوری میدوزیم گشاد بشه؟ طولی بازش کردم ارزی میدوزیم بهش میگن ترانسفرس طول مونوپلاستی. انستزیرتون بستشه آره با محل پیس بشه. همونطور که میبینید سپتوستومی و ترانسفر طول مونوپلاستی انجام شد. آروی رو میبینید کامل انجام شده، پی ای پی کامل خوابیده رو خودش و از این و سچویشنمون هم افتی نکردش. آیا حقانه از همکارانمون این مقدار نگران افت سچویشن به خاطر شانت بودن که نگاه کنید هنوز سچویشن 99 و شانت ایجاد نشده.